ریاست عمومی شرکت‌های دولتی افزون بر مسئولیت نظارت از کارکرد شرکت‌های دولتی و مشوره‌دهی به آنها، وظیفه دارالانشای هیئت نظارت شرکت‌های دولتی را که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در امور شرکت‌های دولتی میباشد نیز بر عهده دارد. این ریاست به منظور پاسخگویی شرکت‌های دولتی در تناسب به نیازمندی‌ها و مقتضیات نظام مالی کشور، بالای برنامه اصلاحی با تمرکز روی معیاری سازی ساختار تشکیلاتی و اصلاح امور برای به منفعت آمدن شرکت‌های دولتی و اصلاح مدیریت آنها تحت چتر وزارت مالیه ایجاد گردیده است. بهبود و اصلاح مدیریت شرکت‌های دولتی که یکی از اولویت‌های تعیین شده رهبری ریاست عمومی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد، اخیراً مورد تعمق و کار عملی قرار گرفته و برای دستیابی به این اولویت اقدامات زیادی صورت گرفته است. ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی شرکت‌های دولتی با در نظر داشت قانون شرکت‌های دولتی و بر طبق مقتضیات نهادهای تولیدی و تجارتی اصلاح گردیده است و مشاورین و متخصصین مسلکی جهت بهبود امور شرکت‌های دولتی از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردیده‌اند. در کل ریاست عمومی شرکت‌های دولتی دارای واحدهای حقوقی، تجارتی، نظارت و ارزیابی امور مالی، دیتابیس و آیتی، اجراییوی و انسجام و تصدی میباشد. افزون بر آن نماینده‌های تکنیکی وزارت مالیه در ترکیب هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مشخص شده و بر مبنای آن در جریان 9 ماه گذشته در حدود 40 شرکت دولتی جلسات هیئت مدیره خود را برگزار نمودند که در آن موضوعات مهم همانند پلان مالی سالانه، بیلانس، صورت حساب‌های مالی سال گذشته، تصفیه طلبات، تشکیل، امتیازات مالی کارمندان و سایر موضوعات بحث و تایید گردیده است. افزون بر آن غرض بهبود و توسعه فعالیت‌های تجارتی شرکت‌های دولتی یک سری طرح‌ها ترتیب گردیده است. جمله می‌توان از طرح نقشه راه قبل از سرمایه‌گذاری، طرح طلبات شرکت‌های دولتی و طرح تغییر مواد قانون برای تسهیل فعالیت شرکت‌ها می‌توان نام برد. بر مبنای قانون شرکت‌های دولتی در حدود بیش از 45 مقرره، طرزالعمل، راهنمود، پالیسی و لایحه باید تصویب و طی مراحل گردد. بر همین مبنا مطالعات در مورد تهیه این اسناد آغاز و 9 طرزالعمل، پالیسی و لایحه به هیئت نظارت شرکت‌های دولتی ارائه که از میان 5 مورد به تصویب رسیده است. بازنگری اسناد تایید نشده و تصویب سایر اسناد آغاز گردیده تا الا ختم سال مالی جاری تکمیل و تصویب خواهد گردید. من هیواد د اسلامی امارت څخه وړاندې هم حدوداً 18 تصدیګانې او 12 دولتي شرکتونه درلودل. بیا په 1990 کال کې تصمیم په دې ونیول شو چې دغه دولتي تصدیګانې هم په شرکتونو باندې باید واوړي. لومړی د هر څه د مخه د هغې دپاره خپل هغه حقوقي چارچوب ورته جوړ شو او د دولتي شرکتونو دپاره ځانګړی قانون دغه شو. دغه قانون د پخپله په مالی وزارت کې د متخصصینو د خوانه او د حقوقي بورد د ډیپارټمنټ په همکارۍ باندې د زموږ د ادارې د خوانه هغه کوم شیان چې پکې اړینو هغه رابرسېره شول او موږ خپلې څېړنې په اساس باندې په دې باندې موږ اړ شولو چې باید د دولتي شرکتونو دپاره ځانګړی قانون ولرو. یکی از مهمترین فعالیت‌های ریاست عمومی شرکت‌های دولتی را بخش تجارتی تشکیل می‌دهد. این ریاست جهت احیای مجدد و بهبود فعالیت‌های تجارتی شرکت‌ها تلاش می‌نماید. با در نظر داشت محدودیت‌های کاری، این ریاست در حال حاضر بالای طرح‌های تجارتی چند شرکت از جمله حجاری و نجاری هلمند، تخم‌های اصلاح شده بذری، پنبه و روغن نباتی هلمند، اسپنزر کندوز، نفت و گاز، فارمسی ابن سینا، نساجی نخی کندهار، افغان تیور و افغانکارت کار می‌نماید. همچنین ریاست در راستای تسهیل فعالیت‌ها و بازاریابی محصولات و خدمات شرکت دولتی انترکانتیننتال، طبع اسناد مسئول، سیلوی مرکز، ارزاق و کد برق مزار شریف کار می‌نماید. دولتي شرکتونه د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره بهترین منابع او ادرسونه دي. همدا اوس موږ په دې لټه کې یو چې څنګه وکولای شو خصوصي سکتور لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړو ترڅو د دوی د هغه پیسو او امکاناتو څخه استفاده وکړو او په دولتي شرکتونو کې عملاً دا تزریق کو. از آنجایی که ریاست عمومی شرکت‌های دولتی وزارت مالیه در تلاش است تا شرکت‌ها به خودکفایی مالی تدریجی برسند، به همین منظور یک سری اقدامات و اصلاحات هدفمند را روی دست گرفته است. ارزیابی بیش از 30 جلد پلان مالی، تحلیل و ارزیابی 96 راپور تحقق یافته، انکشاف فرمت‌های پلان مالی شرکت‌های دولتی، ترتیب مکانیزم زبانبندی
جنبندی ارائه پلان‌های مالی و ترتیب گزارش وضعیت 3 سال اخیر شرکت‌های دولتی در این راستا قابل ارزیابی میباشد. در این حال با منظور کاهش مصارف هنگام ارائه پلان‌های مالی پیش بینی شده شرکت‌های دولتی اجزای مصارف را مورد ملاحظه قرار داده در صورت مشاهده مصارف غیر ضروری که شرکت دلایل قانع کننده جهت پیش بینی آن نداشته باشند، مصارف مذکور جهت پایین آوردن قیمت تمام شده امتعه تولیدی و یا هم ارائه خدمات از مجموع مصارف عمومی تنقیض می‌گردد. افزون بر آن درجه بندی نمودن شرکت‌های دولتی بر اساس اهمیت، ضرورت و عواید آنها بخش دیگری از دستاوردهای ریاست عمومی شرکت‌های دولتی در عرصه مالی را نشان می‌دهد. ریاست عمومی شرکت‌های دولتی به منظور تأمین شفافیت مالی، انجام کارها به سرعت و دقت، جلوگیری از فساد اداری و حفظ امنیت معلومات در نظر دارد تا دیتابیس مالی را مطابق به فرمت FMIS ایجاد نماید. سیستم گزارشگیری مالی یکی از نرم‌های بین‌المللی گزارشگیری است که امور اداری و مالی نهادها را به شکل اتوماتیک و یکپارچه حمایت می‌نماید که خوشبختانه اکنون 2 مدیول دیتابیس، مدیول پروفایل شرکت‌های دولتی و بخش مالی آن به اکمال رسیده است و قرار است که الی اخیر سال 1401 مدیول بالانس شیت مالی آن به پایه اکمال برسد که تطبیق سیستم دیتابیس ریاست را قادر می‌سازد تا تمام روندهای کاری شرکت را به صورت منظم ارزیابی نموده و در بخش‌های تسریع روند امور اداری، جلوگیری از بوروکراسی و کاهش هزینه‌ها و زمان کمک شایانی خواهد کرد. پروسه تصفیه و قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی سیلوی مرکز، سیلوی کندهار، سیلوی مزار، شرکت هتل‌ها، کلوپ ولسوالی بلخ، خنجان و ولایت بغلان صورت گرفته است. قرار است که به زودی پروسه تصفیه و ارزش‌گذاری مجدد سایر تصدی‌ها نیز به زودی به پایه اکمال برسد. گفتنی است که ریاست عمومی شرکت‌های دولتی اصلاحات یاد شده را بسنده ندانسته بلکه تلاش می‌ورزد تا روند اقدامات اصلاحی خویش را در جهت بهبود امور شرکت‌های دولتی تسریع بخشد تا تمام شرکت‌های دولتی به صورت تدریجی به خودکفایی رسیده و به منفعت برسند و به بودجه ملی کشور کمک نمایند.